سلام به همه رپیونیایی که فقط نمیخونن، فراتر از یه خوانندن یا آرتیستن. تا الان با هم چیکار کردیم؟ با هم کاراکتر ساختیم، به این کاراکتر صدا دادیم و یه تیپ ظاهری خاص خودشو دادیم. حالا مهم میدونی چیه؟ مهم اینه که این کاراکتر بتونه با مخاطب صحبت بکنه. راجبه هر چیزی نباید صحبت بکنه و هر چیزی مهم نیست. مهم اینه که با اون کاراکتری که ساختی چی میخوره و بتونی راجبه اون خوب صحبت بکنی و خوب بتونی رپ کنی. حالا بریم سراغ این که یه سری نکته ها هست که باید رعایت بکنی و نکته هایی که بهشون توجه کنی بیشتر به اون شخصیت تو، ساید کاری که باید بکنی میرسی و میتونی که بهتر کاراکتر تو جا بندازی واسه مردم. با من همراه باش. نکته اول، کاراکتر تو نباید بیاد راجع به هر چیزی بخونه. گفتم که باید چیزایی باشه که به شخصیت تو بخوره. اگر آدم سنگینی هستی و اهل فکری، نباید بیای راجع به فان و چیزای خنده‌دار و حالا طعنه‌آمیز و چیزایی که تو این ساید یا تو این زمینه دسته‌بندی میشن، طنز و اینا بخوای خودتو درگیر کنی، چون به کاراکترت نمیخوره، به شخصیتت نمیخوره. یا اتفاقا برعکس، اگه آدم فان و طنز پردازی هستی، تو باید بری تو همون سایدی که هستی. تو نمیتونی بری جدی یا فاز سنگین بخونی. یا اگر کاراکتری داری که زخم خورده است و خیلی سختی‌ها کشیده و بعد از گذروندن این همه سختی هنوزم محکم وایساده سر جاشو داره ادامه میده، خیلی قوی، تو نمیتونی بیای راجع به لایف استایل لاکچری بخونی و بگی خیلی کارهای خوبی بوده کردن، چون تو مسیر ساختن یه زندگی لاکچری هستی. پس منطقی نیست. پس این خیلی مهمه که چیزی که میگی باید از اون چیزی که واقعا هستی نشأت بگیره. نکته دوم چیه؟ دایره موضوعی مشخص ولی خلاق. یعنی چی؟ ببین، تو اگه بخوای ساید خودت و کاراکتر خودتو پیدا بکنی و اگه همون جوری یه دست بخوای کار بدی، بعد از مدتی خب اون کار تکراری میشه، چون داری یه چیزی بره میگی. ولی باید خلاق باشی. توی اون سایدی که هستی، توی اون کاراکتری که هستی، از جنبه‌های مختلف، از طرز دیدای مختلف باید بخونی، ولی با تفکر خلاق. نه که بخوای کلا عوض کنی، نه راجع به همه چی باید بخونی، نه فقط راجع به یه چیزی، یعنی موضوع یه چیز باشه. این دو تا دسته، یه مقوله خیلی با هم نزدیکی و دو تا دسته متفاوته. و در آخر تو نباید فقط موضوع رو انتخاب کنی، باید چیزایی رو انتخاب بکنی که فقط تو میتونی به اون خوبی راجع به اون قضیه یا اون زمینه بخونی و صحبت بکنی. پس اگه شخصیتی داری که زخم خورده است و حالا راجع به درد جامعه میخونه، یا برعکس راجع به امید داره صحبت میکنه و میخونه، نمیتونی یهو بری سراغ پارتی و عشق و حال و راجع به پولدار بودنت بخونی. با هم تناقض داره. نکته سوم، قصه تکرار شونده باز هم خلاق. یعنی چی؟ یعنی تو همون زمینه‌ای که هستی باید بمونی، ولی همچنان تکرار بشه، ولی خلاق. مهمه. بخوام بهتر بهت بگم، وقتی مخاطبت داره ترک تو رو گوش میده، هر هنری یه دیتیلی داره، چه صوتی چه تصویری. حالا تو مثال تصویری اگه بخوایم بگیم، تو یه رگه ای از اون سرنخی که باید به تو بخوره رو توی کارت باید رعایت بکنی. مثلا فرش باف هستی، یه مثالی که برات بهتر جا بیفته. اگه کار مثلا فرش اگه بود، تو باید فلان رنگ نخ قرمز خاص یونیک تو توی اون رگه های فرش رعایت بشه و اون نخ قرمز مخاطب باید از کار تو بگیره و این خیلی مهمه. قصه تو، درد تو، فکر تو، حرفای تو، امید تو، این تکرار باعث میشه که خودتو بهتر جا بندازی و یواش یواش یه جورایی ساید برندتو مشخص میکنه. ولی میگم نباید تکراری باشه، باید مدل های مختلف باشه، ولی توی یک راستا، هدف یه چیز باشه از مسیرهای مختلف. باید یعنی تکرار شخصیت تو باشه و شخصیت تو بره تو ذهن مردم. یعنی وقتی مخاطب ازت 5 تا ترک میشنوه، نباید صحبتات و حرفات تکراری باشه، باید فلو متفاوت، بیت متفاوت و فضاسازی متفاوت باشه، اما در راستای اون منظور آخری که آرت تو داره میده. چون یه جوری بخوایم در نظر بگیریم، هر آرتی یه جور هنر اعتراض به هر چیزیه. حالا ساید منفی نمیشه گفت، ولی تو این سایدی که بخواد تاثیرگذار باشه، چون هنر مستقیم روی ذهن و آدمو تاثیر میذاره. خب بریم سراغ جنبندی. الان به این رسیدی که اون کاراکتری که با هم ساختیم باید راجع به چی صحبت بکنه و اون طیف
مسیرش، اون مسیری که باید بره رو تشخیص بده که از چه جایی حرکت بکنه و تکراری نباشه و باید توی اون هدفی که داره باید مدل‌های مختلف و ورژن‌های مختلف از خودش باشه، ولی با مقصود یکی. تو این زمینه تمرین داریم. این تمرین خیلی مهمه. همراه باش تا بهت بگم چیکار کنی، چون این یکی از نکات کلیدیه توی کاراکتر تو که باید حتما خوب رعایتش کنی. همه مهمن ولی اینم باید در نظر بگیری که این شاید یک مقداری بیشتر مهمتره. همراه من باش. حالا تمرین چیه؟ لیست موضوعات شخصیتت. یه لیست از 10 تا موضوع بنویس که به کاراکتر و شخصیت تو میخوره. برای هر کدوم یه خط بنویس که چرا اصلا این تایتل یا این موضوعی که انتخاب کردی به شخصیت تو میخوره. ربطشو بنویس. از بین اون 10 تایی که انتخاب کردی 3 تاشو پیدا کن و حول محور همون 3 تایی که انتخاب کردی سعی کن یه تمی از خودت بسازی که توی موزیکات بخوای ارائه بدی. و خیلی جالبه وقتی اینها رو کنار هم میذاری خیلی راحت تر میتونی بنویسی. وقتی کاراکتر داشته باشی و بدونی کاراکترت داره چی کار میکنه و کلا زمینه کاری و فیلد کاریش چیه، خیلی بهتر میتونی تکستو بنویسی. دیگه ذهنت خالی نمیشه چون میدونی درباره چیه. و اینکه قافیه سازید و ناخودآگاه اون تم کلی و فضا سازی که موزیکات داره همش به ورژن واقعی خودت مربوط میشه و ترکات خیلی ریلتر و واقعی تر میشه و در نهایت مخاطب خیلی بهتر باهات تعامل میکنه و ارتباط میگیره. چرا؟ چون واقعیه و واقعی بودن خیلی مهمه. تا آخر این ویدیو بودین، استفاده بکنید، ویدیوها رو کامل به ترتیب نگاه بکنید، ساب یادت نره، ویدیوهای قبلی رو نگاه کن، ویدیوهای جدید جا نمونی. و در آخر رپ یعنی ساختن نه تقلید کردن. رپی بمونید. خداحافظ.